نمایشی دیگه. البته طرف هم دوستان عزیز بازار ترکاری و میوه پل خشتی را در تصویر میبینین. ما در پل خشتی ما بریم اون طرف تیر شویم دوستان عزیز. آمدیم که امروز بازار پل خشتی را بیننده باشیم. بینین میوه خشک ببینین دوستان، میوه خشک ببینین. نام خدا بایی میوه خشک این زیبایی و این چیندنشان که در چیندین چقدر زیاد از دوستان. ببینین جای مقوی و اما تا گیره فقط چای باشه و شب باشه و سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشاءالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. با زندگیتان به خوبی، خوشی، آرامی سپری شود. ماهیگک‌ها را بینین، ماهیگک‌های رنگ و نمایشی دیگه. البته طرف هم دوستان عزیز بازار ترکاری و میوه پل خشتی را در تصویر میبینین. ما در پل خشتی ما بریم اون طرف تیر شویم دوستان عزیز. آمدیم که امروز بازار پل خشتی را بیننده باشیم. این طرف فروشگاه میره دوستان عزیز. ویدیوهای متعدد از که براتون نشر کردیم، میتونین در کانال بیننده باشین. اوراق سیره با 2 کیلو 40 با اوراق سیره با حالا باقی گفتی دوری خرما را بینین، خرما را نام خدا. کیلو چند است؟ هر رقم خرما خوبه این است. بازار را بینین، بازار را هم 20 شد کو؟ آره چند تا پیسه نگه. این که دیگه طرف برایم این اصلا راه موتر نیست دوستان عزیز. که بازم راه موتر خانم میاین راه اصلا اگر نیست این تو بند میشه کلن. برام راه بریم، راه بند است. این طرف از پشت این موتر سایکل بریم. دوستان عزیز موترسایکل نه خودش رفته میتونست رفت نه هم ما را میموند. دوستان یک موترسایکل دیگه از خاران کرده میرد. موتر است البته که رابطه نو و رابطه این دوستان عزیز پشتون مارکت است. در پهلوش هم موبایل سنتر است. یه دیگه مرکز موبایل سازی و انجینرهای موبایل و موبایل فروشی هست دوستان عزیزی بخش. در این بخش هر چیزی که از قبیل از این چیزا بخواین، موبایل و چارجر و پشت و نمیفهمین این چیزا در این قسمت پیدا میشه. اگر بخواین تعمیر کنین هر نوع موبایل اینجا تعمیر میکنن. کلگی دمون کاروبار خود مصروف هم دوستا. میوه خشک ببینین دوستان، میوه خشک ببینین. نام خدا بایی میوه خشک این زیبایی و این چیندنشان که در چیندین چقدر زیاد از دوستان. ببینین جای مقوی و اما تا گیره فقط چای باشه و شب باشه و دوستا باشن. یک بار نوتک بندازی چای گرم، قصه گرم بشینی و فقط لذت ببری. میتونم دوستان عزیز مالچه بازار هست که تلفن را
تبدیل میکنن تلفن‌های بازار را میارن اینجا خرید فروش میشه تبدیل میکنن و از این کارا و او خاطر اینجا یک قسم مردم جمع شده. دیگه دوستان عزیز فیلم برداری آسان نیست، اگر مشکلات پیش میاره ما را ببخشید. اونو مسجد هایی بیدیم دوستان عزیز که منارهشون بلند معلوم میشه. این مسجد ابوالفضل هست که در دیمورد خانی کابل موقعیت داره. بازار این طرف هم به نهایت گیربار و شلوغ. حلوای کنجد این طرف هم بود و ما هم کم کم دور بخوریم دوستان عزیز. دوباره طرف های پول کشتی آفتاب هم از ساله ما دوباره نمایان شد. ما گفتیم میسه دور بخوریم تا آفتاب نبود تا آفتاب برآمد. این طرف موبایل فروشی بریم دوستان عزیز. بازار این طرف خریدیم این طرف موبایل فروشی اون طرف چی هست کم آفتاب اذیت ما نکنه و همه یک جای تازه تره میانده باشیم. یعنی موبایل سنتر از دوستان عزیز. ما 80 پرده که یعنی موبایل سنتر پارکینگ هم داره. دوستان عزیز راه مرکز تجارتی پل خشتی که دروازهش هم جور شده، دروازهش برقی هست که پیش برین فروش باز شود سانسور داره. اما باید یک جای بیربار خوب نیست به نظر من، چرا که یک هزاران مردم هست که میره که میه که میره که میه پر باز بسته شدن. خب باز باشه کاملا بهتر است. این درازش است و یا چندین بار اینجا رفتیم دیگه دوستان فکر نمیکنم که بهتر باشه که باز بریم. ما انشالله روزا اینده که اگر تغییرات زیادتر شود میریم یک خبر میگیریم. ما مسجد پل خشتی دوستان عزیز اگر روبروی ببینیم به یکی طرف سرک تیر شویم دوباره طرف پل خشتی خود پل خشتی طرف هم نان میفروشن دوستان عزیز. البته این نانا ارزان‌تر از نانوایی ها هست. دیجبار اینجا دوستان عزیز بسیار زیاد است. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشیم. ویدیو رو لایک کنید، در کانال همچنین سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی همایتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز دور خوب خوش داشته باشید و در پناه الله متعال باشید. الله حافظ و مددگار همایتان. Gracias.